بابا جان بیاید تز خزد بیاید تز رفته گوسفندمون رو قربانی کنیم. آخر حالا وقتی این نه دوست رو یکم اول باید یک چند کار دیگر رو انجام دهیم بچه جان من. مثلا چیکارها بابا جان؟ در این روز مبارک همه مسلمانان روی عالم اولا برای خواندن نماز عید به عیدگاه می روند. همه یکدیگر را دیده تبریک و تهنیت نموده دعا می کنند که خداوند عملهای نیکشان را قبول نماید. بعد چیکار میکنند بابا جان؟ انا اکنون آنها بعد خوانده شدن نماز عید و گوش کردن خطبه نزد مالهای قربانیشان رفته قربانی میکنند و وقتی ذبح قربانی ها خداوند را به بزرگی یاد میکنند و نام او تعالی را به زبان می آورند. ها فهمیدم. بعداً گوسفند را همه اش را میخوریم. نه دوست رو یکم این خیلی میکنند. شخصی که قربانی میکند بهتر است که قربانیش را به 3 قسم برابر تقسیم کند. یک قسمش را به کمبغلان صدقه کند، قسم دیگر را به خویش و همسایه هایش هدیه کند، یک قسم دیگرش را خودش خورد. ها انا اکنون فهمیدم بابا جان. مگر تو هم چیزی فهمیدی؟